الهام آوری شما چی است بیشتر؟ بعدی که من همین نویسنده شدم کتاب هایم روی چاپ آمدن گرفت بعضی نمیفهمیدگی هم میگفتن که همین کتاب های قبلگاهش رو بردار میکند کرامت الله. معلم گفت ایسانیستان گفتن که من این دفتر شعرهای لایق من سپردن دفتر شعرهاشان هیچ جا چاپ نشده است خواندم این بچه در آینده یکی از شاعران تواناترین جمهوری می شود. لایق در هم وقت بعد چاپ شد شعرش نامدار شد در دوره دانشجویی. بعد از اون همین خیلی دیگه در راه ایجاد یک مغرور شد از حد زیاد. مغرور هم شد؟ مغرور ها همین خیلی میگو که هر خیلی آدم همین اهل ایجاد هم پذیرفتن لازم نیست شعرهای نمیشه دیگه شعرهاشان راست میگفتم خیلی میدیدم که امروز به نامش قصر گذاشتند. دیگه از این من شادم نبودم گاه شاد گاه نشاد که کاش که همین لایق امروز با ما زنده می بود.